بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و ثنا به پروردگار عالمیان و درود و سلام به محمد صلی الله علیه و سلم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. از سلسله های برنامه مسلمان زن در ماه رمضان، امروز برنامه ششم رو میگیریم. سنت بامداد را بخوان. نماز سنت بامداد اجر و ثواب بزرگ دارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم این نماز را دائما می‌خواندند، هیچگاه آن را ترک نمی‌کردند، حتی در سفر ادا می‌کردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند: رکعت الفجر خیر من الدنیا و ما فیها. دو رکعت سنت نماز بامداد از دنیا و از آنچه که در آن است بهتر میباشد. روایت مسلم. خواهر گرامی، در این نماز سوره های کوتاه را بخوان. در روایت آمده است که در رکعت اول قل یا ایها الکافرون و در رکعت دوم سوره اخلاص قل هو الله احد را. هفتمین برنامه این: پس از خواندن سنت بامداد پهلوی راست خود را به زمین گذاشته کمی باشد هم استراحت نما، زیرا پیامبر صلی الله علیه وسلم در خانه خود نماز سنت بامداد را می‌خواندند و پهلوی راست خود را به زمین گذاشته کمی استراحت می‌کردند. سپس برای ادای نماز فرض بامداد و مسجد می‌رفتند. عایشه رضی الله عنها روایت کرده میگویند: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعة الفجر اضطجع على شق الأيمن. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم هرگاه نماز سنت بامداد را می‌خواندند و پهلوی راست خود استراحت می‌کردند. با روایت بخاری. و دیگر برنامه هشتم این است که پس از آن فرض بامداد را بخوان. خواهر عزیز، الله تعالی به بندگان خود در یک شبانه روز 5 وقت نماز را فرض گردانده است. بر فرضیت نماز در قرآن کریم و حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم دلیل های زیاد وجود دارد. الله میگوید: ان الصلاة كانت على المؤمنین کتابا موقوتا. همان نماز بر مؤمن ها در وقت‌های معین فرض گشته است. سوره نساء. اینجوری پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که معاذ را به یمن فرستادند گفتند: فعلمهم ان الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم و لیله. یعنی به آنها بفهمون ای معاذ، وقتی که تو برای دعوت افسوکی به آنها بگو بفهمون که الله سبحانه و تعالی در یک شبانه روز 5 وقت نماز را بر آنها فرض گردانده است. و روایت بخاری و مسلم. خواهر گرامی، نماز بامداد که از بزرگترین نمازهای فریضه می باشد. از این خاطر به ادای آن کوشش نما و هیچگاه آن را ترک نکن در رمضان و غیر رمضان. نماز بامداد را در وقتش بخوان و خود را از دوزخ نجات ده و برای خود در جنت مکان آماده ساز. هیچگاه خود را به تنبلی مده. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند: من صلی البردین دخل الجنه. کسی که نماز بامداد را و عصر را بخواند داخل جنت میشود. با روایت بخاری و مسلم. این بود بعضی از برنامه‌های امروزه. از الله سبحانه و تعالی برای شما توفیق خواهانم. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.